لالا جان میگم مفرس در بدین یا کاکامه. وقت تو هم بخیر میشه. اولا که تو حال خوردی خوب بخیر که کلون شدی سر تو به سنگ سفالا دنیا خورد همه او وقت با تو رومزاددار میکنیم بخیر عروسی تو رو هم میگیریم. آخی کاکا که هست بیچاره خود تو خبر داری که زنی رو فوت کرد کسی نداره. ما مجبور بودیم که کسی پیدا میکردیم میدادیم برای خوشبختانه که بیبی پیدا شد انالی بیبی میدیم برای در خانه کاکا منوا میشه بخیر. میگم جان یعنی هم عروسی کاکا کرده کی بخیر به فکر ما میشی. خیلی عجله داری حتما تو یک کمر عاشق چیزی هستی. ما به تو قول میدم که 2 سال بعد بخیر عروسی تو رو هم میکنیم بخیر تو رو هم دماد میکنیم بخیر عروسی تو رو هم میگیریم خوب هم جمع و جوش همه حساب کتاب هم به جمع دیگه چی میاد تالار و همه حساب کتاب حاله که ما مجبور بودیم که یک محرم برای کاکا خو پیدا کنیم تا به کی همیت کاکا ما میته بی سرنوشت میبوده انال در خونه کاکا ما وا میشه خلاص او میفهمه و زندگی و نکو گریه گفتم خیره خیره از آمدنی پیشی قدمات خرمنی گل میکشم گریه نکو دیگه گل میکشم گلا میکشم در عباس یالا رسود اومد همه تکه استادیم پیر شیم و کیسه تر از نقره و شیر شیم خورشید آمد جان را بگریف مانند خورشید جانگیر شیم شاکام زمانه که تو در حرکت دم بدم بر گلی بیایی بی محمد بیا برویم از این ولایت ما و تو در عواز کن در عواز کن تو دست مرا بگیر و من دامن تو در عواز کن در عواز کن 5 دقیقه میجوگا بسته که خود شما که دل ما خون نشه که بیایی میدون برقصه نمایه خب ما با خاطر که آرزو داشتیم که بیبی یک روزی نوزباددار کنیم وا گل سه او البته گل سه بفرمایید یالا بفرمایید بیایید بریم داخل بیایید عروس میبریم کوچا تنگه مادر عروس با ما بجنگه برو گل بیار گردن رو بسته کنیم یک چوب زیرینی شروع کن چوب زیرینی برو. باشه گل بیاره لگه گل اول بسته کنه مبارک باشه زنده باشیم خود شما هم میگم مبارک باشه ایسته و خوشی ببو مبارک باشه یک چک بکنه
حالا دختر خاله به تو میمیرم حالا دختر خاله به تو میمیرم گل بند طلا و تو میگیرم گل بند طلا و تو میگیرم گل بند طلا ارزش نداره گل بند طلا ارزش نداره همون که بیتره و تو میگیرم همون که بیتره و تو سر رایت بشینم گل بریزم سر رایت بشینم گل بریزم اگر خنجر بباره بر نخیزم اگر خنجر بباره مثل باران اگر خنجر بباره مثل باران که تا رویت نبینم بر نخیزم که تا رویت نبینم بر نخیزم حالا دختر خاله به تو میمیرم حالا دختر خاله به تو میمیرم گل بند طلا و تو میگیرم گل بند طلا و تو میگیرم گل بند طلا طلا ارزش نداره خود که بیتره و تو میگیرم بخوریم دیگه بفرمایید عباس بله. بیا یک دفعه بیا برو همیتا تیزه کرده 1 کیلو گوش بستا که اینا میتونن گوشنی هم بفهمیدی بگی هم تا زودی میایی بده دیگه حرکت کو بده که گوشت برو دیگه همه چیز هست بده تیزه برو زودی بیایی دیگه که باز بابا رات تو بدار نشو فیزم اشتنه که اینا شکم گوشنه آماده نه فهم اینا 12 بجه رست شده اینا شکم گشنه برخستم بیا آمدم تیار آقامش که یک شوروا معمولی برای اینا تیار میکنه بیاین که دست شما را اینا کنم مبارک باشه بابو مبارک باشه سلامت باشه تو چه کاری منی؟ تو چه کاری منی؟ من بیبی خوربه دادم به شما من خسوربری خسور بیبی شما نم خوب من خسوربری خسور شما نم او دست خورم بدیم بس دیگه یک دست ادومات یک دست اینا میکنم گپ نیه دیگه شما کف نخند کامل ریکورد
میگم این دستام بسته که من چلی میشه بکشم. چلی من میکشم ببو شما. شما خود وقتی ببر جامو چلی ما بیار که دو چلی من بزنم وقتی. شما خود داماد شده ما چلیم ما این چکا. تو وقتی دیگه بیاغلی نکو دیگه. چلی میام به شما چاق کنم. بشین چلیم چاق کرده. بدین دست من. این جگار بگیریم. نه نال پیشیه. ورده ببرش چلی. میگم بابی جان هم نه آدمی جگا دستا خوب میشه. بیاین که بریم ببینیم. بخونه گلک جان. بخون. چشمان خدا به نازو میگردانی اینا بیاریم با دستش ما را ز سری بریده میترسانی اینا بیاریم با دستش ما گر ز سری بریده میترسیدیم اینا بیاریم با دستش اینا نداریم از کابل بیاریم. گلک جان یک دوره بم تاس را بدیم که دل به دنیا داره آخی کاکامو پس میاریم به خونه میاریم. خوبه راست شدیه دیگه بی جو دیگه ایتا نکو دیگه یک دوری بخو. راست میگم. ای شام تو نسوز که شب دراز سنول اینا بیاریم با دستش ای صبح تو مدام که وقتی ناز سنوز اینا بیاریم با دستش پروین برو به جای خود ساکت باش اینا بیاره با دستش این قصه ای عاشقی دراز هستن اینا بیاره با دستش اینا نداره من کابل بیاره. گلک جان یک آستابرو خوبی هم بخون. آستابرو؟ راست میگه برار من و بعد آستابروی بخیر. خب بیا برویم از این ولایت ما و تو آستابرو عروس دوماد آستابرو